با مقصد پیشگیری از بیماری سرطان کووید-19 رعایت طلبات سانیتری و گیگینی شخصی، رعایت رژه نقابی، فاصله و کارهای ضروری از طرف ماموریت مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالون و مایبون شهر پنجکین تدبیرهای مشخص عملی می شوند. در این زمینه با باشندگان مؤسسه خانه اینترنت پیرانسالون با اشتراک طبیبان ملاقات برگزار شد. ملاقات را سروری مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالون و مایبون در شهر پنجکین محمد شکروف امیدجان افتتاح نمود. عهده پیشگیری بیماری کووید-19 سروری مرکزی تشکیل طرز حیاتی سالم نکرس حیدرов معلومات داد. خیلی که با همه ما و شما معلوم است امروزها نه تنها در جمهوری ما بلکه در سرتاسر دنیا یک وضعیت متشنج به وجود آمده است که از هر یکی ما رعایت طلبات‌های گیگینی شخصی و قاعده‌های بهداشتی را جدا طلب می‌نماید. خیلی که در اینجا دیده می‌شود به شما خدمت رسانی‌های طبی خیلی در درجه ضروری مساعد است، فراهم است و از همه کارمندان مؤسسه دولتی که به شما خدمت رسانیده ایستادند بسیار سپاسگزاریم و در برابر این از هر یک شما احترامانه خواهش می‌شود که به خاطر صحت خود و به خاطر صحت جامعه رعایت طلبات‌های بهداشتی و قاعده‌های گیگین شخصی به درجه عالی و ضروری رعایت نمایید، چون که سلامتی هر یک نفر در دست خودش است. خیلی که پیشوای معظم ملت در هر یک برآمدشون پیوسته تکرار میکنند سلامتی ملت بایگری دولت است و رعایت کردن قاعده‌های بهداشتی و گیگینی که از هر یک ما تقاضای شخصی را طلب می‌نماید، این یکی از چاره‌های اساسی و مهم پیشگیری کننده نه تنها بیماری کووید-19 که امروز در سرتاسر جهان پخش شده است میباشد، بلکه تمام بیماری سرطان میباشد. وقتی که ما از همین قاعده‌ها رعایت میکنیم و برای گیگین شخصی و قاعده‌های بهداشتی خودمون سهمی باسازا میگذاریم، این معنای اون را دارد که ما الکی برای پیشگیری نه تنها به خود بلکه در جامعه سهم گذاشتیم. و امروز از طرف مرکز ما با شما یکچند خیلی برشورها یا پلاکت‌ها برای قاعده‌های بهداشتی تقسیم کرده میشد و لطفاً از اینها استفاده کنید و بار دیگر با محترم محمد شکروف نسبت مساعدت نمودن به همین چاره‌بینی می‌نگاری بیان می‌کنم. طبیب موجوی امید تمیر و آریزه‌های بیماری سرطان کووید-19 و راه‌های پیشگیری آن را به باشندگان فهمانید. یگان کس ایلای بیمار نشود، شما با قاعده‌های گیگین بهداشتی یگان جای مشکلی ندارد. ماسک پوشیدن، دستان رو با آنتیسپتیک با صابون شستن، خودتون میدونید که دستا رو پیش از کار خوردن، پس از قضای حاجت ما دستا رو برشیم با گیگین شخصی رعایت کردن در کار. از ساعت 10 تا 12 باید که ما در هوای تازه سیر و گشت کنیم، برای که نورهای اولترابنفشی آفتاب ما تا به زمین میرسد، از همون نورها باید که ما استفاده بریم. خوراک‌های سرغذایی که در مؤسسه دولتی ما هست از همون استفاده بردن در کار، خوردن در کار. اگر یگان نمودهای مثال گیم در به اشتهایی شود، به مداری شود، اگر خودتون میدونید که شبانه روزی در خدمت شما کارمندان طب دکتران در خدمت شما تیارند، در از همه حالت شما باید که آگاه نمایید. همشیری طبی مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالون و مایبون نرزیای اسماعیل و اظهار داشت که با اقدام رهبریت مؤسسه واسطه‌های ضروری پیشگیری بیماری‌های کووید-19 مهیا شدند. با دستگیری سرور مهربان ما محمد شکروف امیدجان عمرعلیویچ و مؤسسه ما خانه اینترنت پیرانسالون شهر پنجکین درباره ویروس کووید-19 محصولات زیرین مثل ذخیره کردگی ذخیرهشان 5600 دانه نقاب یک کرته، 260 دستپوشک یک کرته، موادهای دارویی، همه دارویی قریب که با ما هست، اسکاربین و کسلتا مثل گلوبکس، ریباکسین، پراتیستام، گلیسین، هم خیلی موادهای دارویی ذخیره شدگی. آنتیسپتیکا داریم، خلور داریم، خلور نیزویست هست ذخیره همو با که ما با همشیره‌های تیپی نوبدار هر سحر از نظر گذرانده برآمده خانه‌های باشنده‌های به آنها میفهمونیم که درباره همین ویروس، درباره تازگی، بی‌ضررگردانی همه وقت دقت جدی دهند که ما همه وقت خیار همین حالت‌های کووید-19 و که باشندگان ما یگان آفت نرسد، همه طرفه نه زندگیشون پیش بره. به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان
дар муассисаи мазкур корҳои созандагӣ ва ободонӣ бунёди 3 ҳуҷраи хоб ба бошандагон идома дорад. дар хотимаи чорабинӣ ба бошандагон ниқобҳои муҳофизатӣ ройгон тақдим карда шуд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Исмоилҷон Холов аз муассисаи давлатии хонаи интернати Пиросолон ва майбони шаҳри Панҷакент.